اطلاعتون برسونم که منم کرونایی شدم. من از دیروز تب داشتم، تست اولیه‌ام آخر شب مثبت شد. از دیشب خودم رو در محلی ایزوله کردم. چند دقیقه پیش به من گفتن که تست نهایی قطعی شده. دارم درمان رو شروع میکنم. حال عمومی بد نیست، خوبم. یه مقدار کوفتگی دارم، تب داشتم که انشالله کم میشه. میخواستم بهتون بگم که مطمئن باشید که با تلاش خدمتگزارای شما در وزارت بهداشت به رهبری آقای دکتر نمکی و به پشتیبانی شما و دولت و کل ارکان نظام حتما ظرف چند هفته آینده در مقابله با این ویروس پیروز خواهیم شد. مطمئن باشید که ما کرونا رو شکست میدیم. مطمئن باشید، از ته قلب اینو میگم. مراقب خودتون باشید. این ویروس دموکراتیه، میگم، فقیر و غنی نمیشناسه، مسئول و غیر مسئول نمیشناسه. ممکنه تعدادی رو خب مبتلا کنه. درمان مؤثر براش داریم. حواستون به خودتون باشه، مواظب خودتون باشید، مراقب دکترها و پرستارا هم باشید که این همه دارن با فداکاری و جانفشانی خدمت میکنن. من کارهایی رو که به عهدم گذاشته شده تلفنی دنبال میکنم. امیدوارم که ظرف چند روز آینده که علائمم رفت شد دوباره برگردم و خدمتگزاری به شما عزیزان رو ادامه بدم. فعلا خدا نگهدار.